پیشبینی ماهانه برای فروردین. هفته اول، سیاره مریخ در حال حاضر بر خانه روابط شما تاثیر می‌گذارد. این هفته ممکن است در روابط شما تنش‌ها یا رقابت‌هایی به وجود آید. ارتباطات با اطرافیان می‌تواند سریع‌تر و مستقیم‌تر شود. باید مراقب باشید کاف در مواجهه با مشکلات آرامش خود را حفظ کنید. کارت قهرمان برای شما آمده است. این نشان دهنده قدرت درونی و اراده‌ای قوی است. شما در این هفته احساس خواهید کرد که آماده هستید تا چالش‌های بزرگ را پشت سر بگذارید. یک فرصت عالی برای شروع پروژه‌های جدید و پیشبرد اهدافتان است. ممکن است در این هفته تصمیمات قاطع و مهمی بگیرید که به شما کمک خواهد کرد تا در مسیر درست پیش بروید. برای شروع یا پیشرفت در امور حرفه‌ای این زمان بسیار مناسبی است. هفته دوم، سیاره زهره در خانه خانواده با خانه‌داری شما قرار دارد. در این هفته به شدت تمایل خواهید داشت که به روابط خانوادگی و خانگیتان اهمیت بیشتری دهید. ممکن است زمان بیشتری را در کنار عزیزانتان بگذرانید و احساسات شما بیشتر به سمت خانه و آرامش درونی سوق پیدا کند. کارت آسیب دیدگی به شما هشدار می‌دهد که ممکن است در این هفته با احساسات یا فشارهای احساسی روبرو شوید. مراقب باشید که در این زمان‌ها مراقبت‌های لازم از خود را فراموش نکنید. در روابط خانوادگی ممکن است چالش‌هایی ایجاد شود که نیاز به دیالوگ صادقانه دارند. این هفته ممکن است متوجه شوید که تغییراتی در روابط نزدیک شما نیاز است تا به شکلی سالم‌تر و متعادل‌تر ادامه یابند. مراقب باشید که خود را از روابط منفی دور کنید و به شفاف‌سازی احساسات خود بپردازید. هفته سوم، سیاره مشتری در خانه تحصیلات و آموزش شما قرار دارد. این یعنی فرصت‌های جدید برای یادگیری و گسترش افق‌های ذهنی شما فراهم است. ممکن است به سمت یادگیری مهارت‌های جدید یا شروع یک دوره آموزشی بروید. کارت قضاوت نمایانگر دوره‌ای از تفکر عمیق و تصمیم‌گیری است. این هفته برای شما مهم است که به تصمیمات گذشته‌تان نگاه کنید و ببینید کدام یک هنوز نیاز به اصلاح یا بازبینی دارند. از این فرصت برای تنظیم اهداف جدید و روشن استفاده کنید. ممکن است این هفته احساس کنید که باید یک مرحله جدید از زندگیتان را شروع کنید، چه در تحصیل یا در سفرهای جدید. این هفته فرصتی است که شما را به سمت گسترش دایره آگاهی و دانش هدایت می‌کند. هفته چهارم، عطارد در خانه روابط شما قرار دارد. این به شما کمک می‌کند تا در ارتباطات خود با دیگران شفافتر و مؤثرتر باشید. این زمان مناسبی برای انجام مذاکرات و گفتگوهای مهم است. کارت دیوانه برای شما آمده است. این نشان دهنده یک شروع جدید است. کاف ممکن است برای شما هیجان انگیز و در عین حال کمی ریسکی باشد. شما ممکن است تصمیم بگیرید کاف وارد یک پروژه یا فعالیت جدیدی شوید. کاف پیش از این به آن فکر نکرده. این هفته ممکن است شما وارد یک مسیر جدید و پر از امکانات و ریسک شوید. تصمیمات جدیدی خواهید گرفت که میتواند به شما تحولی بزرگ بدهد. پیشبینی ماهانه برای اردیبهشت 1404. هفته اول، مریخ در خانه شجاعت و اراده شما قرار دارد. در این هفته احساس خواهید کرد که نیاز به مبارزه با چالش‌ها دارید و می‌توانید خود را به دیگران اثبات کنید. ممکن است در محل کار یا در روابط شخصیتان با رقابت‌های جدی روبرو شوید. کارت قدرت آمده است که نماد توانایی شما در مدیریت شرایط است. در این هفته خواهید توانست با استفاده از قدرت درونی خود به موفقیت‌های بزرگی دست یابید. در این هفته ممکن است فرصت‌های شغلی یا عاطفی جدیدی پیش بیاید که شما را به چالش می‌کشد. برای به دست آوردن اهداف خود باید شجاعت و اراده بیشتری نشان دهید. هفته دوم، زهره در خانه روابط شما قرار دارد. این زمان مناسبی برای تقویت روابط عاطفی و خانوادگی است. شما ممکن است تمایل بیشتری برای وقت گذرانی با کسانی که دوستشان دارید پیدا کنید. کارت ستاره برای شما آمده است. این کارت نماد امید و الهام است. در این هفته شما به یک هدف بلند پروازانه نزدیکتر خواهید شد و احساس خواهید کرد که به آینده‌ای روشن‌تر می‌نگرید. در این هفته روابط عاطفی شما ممکن است تقویت شد و فرصت‌هایی برای ارتباط عمیق‌تر با دیگران پیش بیاید. ممکن است همچنین به شخصی برخورد کنید که دیدگاه‌های جدید و مثبتی برای شما به ارمغان بیاورد. هفته سوم اردیبهشت، ستاره شناسی، مشتری در خانه تحصیلات و رشد قرار دارد. این هفته ممکن است شما تمایل بیشتری برای یادگیری مهارت‌های جدید داشته باشید یا فرصت‌هایی برای پیشرفت تحصیلی یا شغلی پیدا کنید. کارت شجاعت نشان دهنده زمان‌هایی است که باید با چالش‌ها روبرو شوید و به خود ایمان داشته باشید. این کارت نشان می‌دهد که در این هفته می‌توانید بر هر نگرانی یا ترسی غلبه کنید. این هفته فرصتی عالی برای یادگیری و پیشرفت است. ممکن است فرصت‌هایی برای سفر یا یادگیری یک مهارت جدید پیدا کنید که تاثیر زیادی بر آینده شما خواهد گذاشت. هفته چهارم، عطارد در خانه روابط شما قرار دارد. این به شما کمک می‌کند تا در تعاملات خود با دیگران مؤثرتر و شفافتر باشید. زمان مناسبی برای مذاکره یا شروع گفتگوهای مهم است. کارت ده پنتاکل به شما نشان می‌دهد که این هفته برای ایجاد پایه‌های محکم مالی یا شغلی بسیار مناسب است. شما می‌توانید به یک مرحله پایدار و موفق در زندگی خود برسید. این هفته ممکن است موقعیت‌هایی برای بهبود وضعیت مالی یا شغلی شما پیش بیاید. همچنین در روابط خانوادگی و دوستانه ممکن است به نتیجه مطلوبی برسید که آینده‌ای روشن‌تر برایتان رقم می‌زند. پیشبینی ماهانه برای خرداد 1404. هفته اول، خورشید در خانه خلاقیت و عشق شما قرار دارد. این نشان دهنده زمانی است که می توانید به خواسته ها و آرزوهای قلبی خود توجه بیشتری کنید. شما ممکن است به سمت پروژه های خلاقانه یا ارتباطات جدیدی که شما را به هیجان می آورند جذب شوید. کارت امپراتور به شما آمده است. این کارت نشان دهنده قدرت تصمیم گیری و رهبری است. شما این هفته احساس خواهید کرد که باید در برابر مسائل مهم به رهبری خود اعتماد کنید. این هفته فرصت‌های جدیدی برای عشق یا پروژه‌های خلاقانه پیش می‌آید. ممکن است شروع به بررسی مسیرهای جدیدی برای رشد حرفه‌ای یا عاطفی کنید. هفته دوم،
زحل در خانه مسئولیت‌ها و کار شما قرار دارد. این زمان برای تمرکز بر روی کار و تعهدات است. ممکن است نیاز داشته باشید که روی پروژه‌ها و وظایف مهم تمرکز بیشتری کنید و حتی مجبور شوید برخی از اولویت‌های خود را دوباره ارزیابی کنید. کارت مرد شجاع به شما نشان می‌دهد که باید در این هفته با استقامت و اراده بالا با چالش‌ها روبرو شوید. شما قادر خواهید بود مشکلات را حل کنید و به موفقیت‌های بزرگ دست یابید. این هفته ممکن است چالش‌های جدیدی در کار یا روابط به وجود بیاید. مهم این است که شما به عنوان فردی مسئول و هوشمند با آنها روبرو شوید. هفته سوم مشتری در خانه اعتماد به نفس و خودشناسی شما قرار دارد. این به شما فرصت می‌دهد که با خودتان بیشتر ارتباط برقرار کنید و به موفقیت‌های بزرگتری در زندگی دست یابید. کارت عشق به شما آمده است که نشان دهنده تقویت روابط عاطفی و احساساتی است. این هفته فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و معنادارتر است. شما در این هفته فرصت‌های جدیدی برای ارتباطات عاطفی و روحی پیدا خواهید کرد. ممکن است در روابط شخصی و حرفه‌ای به احساسات عمیق‌تر و ارتباطات مستحکم‌تری برسید. هفته چهارم، زهره در خانه روابط و دیالوگ‌های شما قرار دارد. این زمان برای شما مناسب است تا به صورت صادقانه و شفاف با دیگران ارتباط برقرار کنید. کارت کارما به شما نشان می‌دهد که ممکن است در این هفته با پیامدهایی روبرو شوید که از اقدامات قبلی شما ناشی شده‌اند. این هفته فرصتی است برای بازنگری در کارهایی که انجام داده اید و ارزیابی تأثیرات آنها. در این هفته ممکن است به رویدادهایی برسید که شما را وادار به بازنگری در تصمیمات گذشته‌تان کند. همچنین ممکن است فرصتی برای اصلاح برخی اشتباهات قدیمی به دست آورید. پیشبینی هفتگی برای تیر 1404. هفته اول خورشید در خانه شخصیت شما قرار دارد. این هفته انرژی زیادی برای بیان خود و نشان دادن توانایی‌های شخصی خواهید داشت. کارت سلطان جام‌ها نشان دهنده کنترل احساسات و بلوغ عاطفی است. ممکن است در این هفته تصمیمات مهمی بگیرید که نیاز به تعادل بین احساسات و منطق دارد. در این هفته احتمال دارد که توجه دیگران را به خود جلب کنید. اگر در روابط احساسی دچار مشکل بوده اید، این هفته فرصتی برای حل آنان خواهید داشت. هفته دوم ماه در خانه آرامش و درونگرایی شما قرار دارد. احساساتتان قوی تر می شود و ممکن است نیاز داشته باشید که زمانی را به خودتان اختصاص دهید. کارت راهب نشان دهنده نیاز به خلوت، تفکر و یافتن پاسخهای درونی است. شاید در این هفته احساس کنید که باید تصمیمات مهمی بگیرید، اما بهتر است عجله نکنید و از مشورت با افراد با تجربه استفاده کنید. هفته سوم عطارد در خانه ارتباطات شما قرار دارد. این هفته برای مکالمات مهم، مذاکرات و روشن شدن مسائل گذشته مناسب است. کارت عدالت نشان دهنده روشن شدن حقیقت و دریافت نتیجه تصمیمات قبلی است. اگر درگیر مسائل حقوقی، مالی یا عاطفی هستید، در این هفته ممکن است پاسخی دریافت کنید که نتیجه اعمال گذشته شماست. هفته چهارم، مریخ در خانه موفقیت و هدفهای شما قرار دارد. این هفته برای تلاش بیشتر در مسیر شغلی و اهداف شخصی بسیار مناسب است. کارت چرخ سرنوشت نشان می‌دهد که اتفاقات مهمی در زندگی شما رخ خواهد داد و ممکن است تغییرات بزرگی را تجربه کنید. این هفته ممکن است یک فرصت جدید شغلی، تغییر در روابط یا یک تصمیم مهم در زندگی شما رخ دهد. سرنوشت شما در حال رقم خوردن است. پیشبینی هفتگی برای مرداد 1404. هفته اول خورشید در خانه روابط شما قرار دارد. این زمان عالی برای ایجاد و تقویت روابط شخصی و شغلی است. ممکن است در این هفته ارتباطات جدید و روابط عاطفی یا حرفه‌ای جذاب ایجاد شود. کارت سیاستمدار به شما نشان می‌دهد که شما باید در این هفته مراقب ارتباطات خود باشید و از دیپلماسی و راه‌های هوشمندانه برای پیشبرد امور استفاده کنید. شما قادر خواهید بود در این هفته برای حل مشکلات استراتژی‌های جدیدی به کار ببرید. این هفته روابط شما با دیگران ممکن است از حالت معمولی به سمت اتفاقات ویژه‌تری پیش رود. ممکن است با شخصی جدید آشنا شوید یا در یک جمع مهم قرار بگیرید. هفته دوم زحل در خانه مسئولیت‌ها و کار شما قرار دارد. این زمان به شما یادآوری می‌کند که باید روی وظایف خود تمرکز بیشتری کنید و به تعهداتتان پایبند باشید. کارت چرخ فلک به شما آمده است که نشان دهنده تغییرات بزرگ است. این هفته ممکن است برخی شرایط زندگی شما تغییر کند و شما مجبور خواهید شد به سمت مسیری جدید حرکت کنید. در این هفته ممکن است در برخی مسائل کاری یا شخصی تغییرات جدیدی ایجاد شود که شما را به سمت تصمیمات بزرگتر سوق دهد.
هفته سوم مریخ در خانه شجاعت و اراده شما قرار دارد. این زمان مناسب برای مواجهه با چالش‌ها و نشان دادن قدرت درونی خود است. اگر تصمیمات بزرگی دارید، اکنون بهترین زمان برای عمل کردن است. کارت 3 شمشیر برای شما آمده است که ممکن است نشان دهنده شکست‌ها یا دردهای عاطفی باشد. اما این کارت همچنین به شما یادآوری می‌کند که از هر شکست می‌توانید درس بگیرید و به جلو حرکت کنید. ممکن است در این هفته با یک بحران یا چالش عاطفی روبرو شوید، اما این مشکلات به شما کمک خواهند کرد تا قوی‌تر و عاقل‌تر شوید. هفته چهارم عطارد در خانه ارتباطات و دیالوگ‌ها قرار دارد. این زمان عالی برای مذاکره، برقراری ارتباط و حل مسائل ارتباطی است. شما باید تمرکز بیشتری بر روی کلام و ارتباطات خود داشته باشید. کارت 4 شمشیر برای شما آمده است که نشان دهنده استراحت و تجدید نیرو است. این هفته ممکن است نیاز به کمی استراحت داشته باشید تا برای چالش‌های آینده آماده شوید. در این هفته شما باید به خودتان زمان بدهید تا از استرس‌ها و نگرانی‌ها رها شوید. وقت گذراندن با عزیزان یا انجام فعالیت‌های آرامش بخش به شما کمک خواهد کرد. پیش‌بینی هفتگی برای شهریور 1404. هفته اول ظهر در خانه شراکت‌ها و روابط شما قرار دارد. این زمان برای تقویت روابط عاطفی و همکاری‌های مشترک بسیار مناسب است. در این هفته ممکن است برای شما فرصت‌های جدیدی در رابطه یا پروژه‌های گروهی پیش بیاید. کارت مرد شجاع نشان دهنده زمان‌هایی است که باید با استقامت و اراده بالا با چالش‌ها روبرو شوید. شما قادر خواهید بود مشکلات را حل کنید و به موفقیت‌های بزرگ دست یابید. این هفته شما ممکن است به جایی برسید که روابط یا همکاری‌های مهمی را شروع کنید. فرصت‌های جدید در زمینه شراکت و همکاری می‌تواند به سرعت پیش بیاید. هفته دوم خورشید در خانه شجاعت و اراده شما قرار دارد. این زمان عالی برای اقدام و شروع پروژه‌های جدید است. شما اکنون از انرژی لازم برای به دست آوردن موفقیت برخوردارید. کارت دست خدا آمده است که نشان دهنده حمایت کیهانی از شماست. این هفته شما ممکن است به کمک‌های غیبی یا پشتیبانی‌های غیرمنتظره‌ای برسید. ممکن است در این هفته فرصتی خاص برای پیشرفت و موفقیت پیش بیاید. از این فرصت استفاده کنید و به سمت هدف‌های بزرگتر حرکت کنید. هفته سوم مشتری در خانه فراوانی و رشد شما قرار دارد. این زمان برای به دست آوردن دستاوردهای بزرگ و افزایش خوشبختی شماست. شما به سوی فرصت‌های جدید مالی و شغلی حرکت خواهید کرد. کارت 4 او به شما یادآوری می‌کند که برای رسیدن به اهدافتان باید به ساختارهای قوی و پایدار تکیه کنید. در این هفته برای ایجاد پایه‌های محکم و بلند مدت آماده باشید. ممکن است فرصت‌های شغلی یا مالی جدیدی پیش بیاید که شما را به سمت آینده‌ای بهتر هدایت کند. این زمان مناسب برای ساختن پایه‌های موفقیت است. هفته چهارم مریخ در خانه منزل و خانواده شما قرار دارد. در این زمان ممکن است مسائل خانوادگی یا مسائل مربوط به خانه و محیط زندگی شما نیاز به توجه بیشتری داشته باشد. کارت دهچوب برای شما آمده است که نشان دهنده پایان یک دوره و شروع دوره‌ای جدید است. این هفته ممکن است شما تغییرات بزرگ و پایان یک مرحله مهم از زندگی خود را تجربه کنید. در این هفته ممکن است با مشکلاتی در خانه یا خانواده مواجه شوید که نیاز به تصمیم گیری مهم دارد. اما این تغییرات به نفع شما خواهد بود و شما را به سمت مرحله جدیدی از زندگی هدایت می‌کند. پیش‌بینی هفتگی برای مهر 1404. هفته اول ظهر در خانه روابط و شراکت‌ها قرار دارد. این زمان مناسبی برای تقویت روابط عاطفی و اجتماعی شماست. امکان آغاز یک رابطه جدید یا بهبود روابط قبلی وجود دارد. کارت پنج‌چوب به شما آمده است که نشان دهنده چالش‌های احتمالی در روابط و رقابت‌های کاری است. شما باید با دقت بیشتری برخورد کنید و از درگیری‌های غیر ضروری پرهیز کنید. این هفته ممکن است در روابط شخصی یا حرفه‌ای دچار برخی چالش‌ها شوید که نیاز به مدیریت درست دارند. از انرژی خود برای حل اختلافات بهره ببرید. هفته دوم خورشید در خانه شجاعت و اعتماد به شما قرار دارد. این زمان مناسب برای شروع پروژه‌های جدید و به دست آوردن موفقیت‌های فردی است. کارت 3 شمشیر نمایانگر شکست‌ها یا شکست‌های عاطفی است. این کارت هشدار می‌دهد که ممکن است با دلشکستگی یا احساسات منفی مواجه شوید، اما می‌تواند فرصتی برای رشد و یادگیری باشد. در این هفته ممکن است با موقعیت‌های احساسی یا عاطفی روبرو شوید که نیاز به تصمیم‌گیری‌های مهم دارند. این می‌تواند برای شما فرصتی برای بازسازی و حرکت به جلو باشد. هفته سوم مریخ در خانه منزل و خانواده شما قرار دارد. این زمان برای پرداختن به مسائل خانوادگی یا خانه و محیط زندگی شما مناسب است. کارت 4 شمشیر نشان دهنده استراحت و بازسازی است. این هفته ممکن است نیاز به زمان بیشتری برای استراحت و تجدید نیرو داشته باشید. شما باید به سلامت خود توجه کنید و زمانهایی برای استراحت و بازسازی پیدا کنید. این زمان برای تجدید انرژی و آماده شدن برای چالش‌های بعدی مناسب است. هفته چهارم عطارد در خانه ارتباطات شما قرار دارد. این زمان عالی برای برقراری ارتباطات مهم و بهبود وضعیت کاری و حرفه‌ای است. کارت کاردینال به شما آمده است که نشان دهنده شروع مرحله جدید در زندگی است. این هفته ممکن است تصمیمات مهمی در زندگی شما به وقوع بپیوندد. این هفته زمان تصمیم گیری بزرگ است. ممکن است تصمیماتی بگیرید که زندگی شما را به مسیر جدیدی هدایت کند. فرصت‌های جدید شغلی و اجتماعی ممکن است پیش بیاید. پیش‌بینی ماهانه برای آبان 1404. هفته اول زحل در خانه مسئولیت‌ها شما قرار دارد. این زمان برای پرداختن به کارهای عملی و پیشرفت در پروژه‌های طولانی مدت مناسب است. کارت عشق آمده است که نشان دهنده تقویت روابط عاطفی و احساسی است. این کارت بیانگر لحظات شیرین در روابط شخصی است. در این هفته ممکن است احساس کنید که به شخصی نزدیکتر می‌شوید. این می‌تواند یک رابطه جدید یا تقویت رابطه قبلی باشد. هفته دوم مشتری در خانه فراوانی شما قرار دارد. این زمان برای رسیدن به دستاوردهای مالی و شغلی عالی است. کارت 10 شمشیر به شما نشان می‌دهد که ممکن است پایان یک دوره از زندگی شما نزدیک باشد. این ممکن است برای شما یک تجربه دگرگونی یا تغییرات بزرگی باشد. ممکن است در این هفته با پایان یک پروژه یا مرحله از زندگی خود مواجه شوید که شما را به سمت دوره جدیدی هدایت می‌کند. آماده باشید که از این تغییرات برای رشد و پیشرفت بهره ببرید.
هفته سوم آبان. عطارد در خانه شراکت‌های شما قرار دارد. این زمان عالی برای مذاکرات و قراردادهای شراکتی است. کارت کشیش نشان دهنده تلاش برای به دست آوردن آرامش درونی و روحانی است. این هفته ممکن است شما به سمت تجدید نظر در باورها و ارزش‌های خود هدایت شوید. ممکن است در این هفته به سمت یک تغییر روحی یا معنوی پیش بروید. این زمان مناسب برای توسعه درک درونی شما است. هفته چهارم. خورشید در خانه خانواده و خانه شما قرار دارد. این زمان عالی برای پرداختن به مسائل خانوادگی و ایجاد روابط نزدیکتر است. کارت برج آمده است که نشان دهنده تغییرات غیرمنتظره و انقلاب در زندگی شما است. این هفته ممکن است با یک تغییر ناگهانی یا وضعیت جدید روبرو شوید که شما را به سمت مرحله جدیدی از زندگی هدایت می‌کند. این می‌تواند باعث تغییرات عمیق در شما و زندگیتان شود. پیش‌بینی هفتگی برای آذر 1404. هفته اول آذر. مریخ در خانه شجاعت و اراده شما قرار دارد. این زمان عالی برای شروع پروژه‌ها با گام‌های بزرگ در زندگی است. شما شجاعت بیشتری برای مواجهه با چالش‌ها خواهید داشت. کارت پیروزی نشان دهنده موفقیت‌های چشمگیر در پیشبرد اهداف شما است. این هفته انرژی و اراده‌ای برای دست یافتن به هدف‌ها دارید. در این هفته ممکن است با فرصت‌هایی روبرو شوید که به شما اجازه می‌دهند از قابلیت‌های خود به بهترین نحو استفاده کنید. حتما فرصت‌ها را غنیمت بشمارید. هفته دوم آذر. زهره در خانه روابط شما قرار دارد. این زمان عالی برای بهبود روابط عاطفی و اجتماعی است. ممکن است رابطه‌ای جدید و یا تقویت روابط فعلی را تجربه کنید. کارت دوست داشتن نشان دهنده عشق و ارتباطات عاطفی است. این هفته شما می‌توانید از این انرژی برای برقراری ارتباطات عمیق‌تر استفاده کنید. در این هفته ممکن است با افراد جدیدی آشنا شوید یا روابطی که در گذشته دچار چالش بودند به آرامش برسند. وقت بیشتری برای ایجاد روابط پایدار و صمیمی بگذارید. هفته سوم. عطارد در خانه ارتباطات شما قرار دارد. این زمان برای گفتگوهای مهم، مذاکرات و تبادل نظر با دیگران مناسب است. کارت اطمینان به شما آمده است که نشان دهنده استحکام و امنیت در تصمیمات و روابط شما است. این هفته فرصتی برای حل مسائل ارتباطی و رسیدن به درک متقابل با دیگران دارید. برای رسیدن به توافق‌های مهم از این زمان استفاده کنید. هفته چهارم. مشتری در خانه شانس و فرصت‌های شما قرار دارد. این هفته زمان خوبی برای به دست آوردن نتایج مطلوب از تلاش‌ها و شروع پروژه‌های جدید است. کارت قدرت درونی نشان دهنده اعتماد به نفس و انرژی درونی شما است که در این زمان به اوج می‌رسد. این هفته ممکن است شما در موقعیتی قرار بگیرید که بتوانید به نتایج بزرگی برسید. فرصت‌های مالی و شغلی جدید به شما پیشنهاد می‌شود. پیش‌بینی ماهانه برای دی 1404. هفته اول. مریخ در خانه شجاعت و اراده شما قرار دارد. این زمان برای شروع کارهای جدید و دستیابی به اهداف شخصی بسیار مناسب است. کارت چشم انداز نشان دهنده تصمیمات جدید و انگیزه‌های قوی برای پیشرفت است. این هفته فرصت‌های جدید برای توسعه شخصی و حرفه‌ای به شما پیشنهاد می‌شود. این هفته زمان مناسبی برای شروع پروژه‌های بزرگ است. اطمینان حاصل کنید که برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید و بر اراده خود تمرکز کنید. هفته دوم. زحل در خانه مسئولیت‌های شما قرار دارد. این زمان مناسبی برای بررسی و حل مسائل مالی و وظایف مهم است. کارت توازن نشان دهنده این است که در زندگیتان باید تعادل برقرار کنید، چه در روابط، چه در کار و زندگی شخصی. ممکن است با چالش‌هایی در روابط شخصی یا کاری روبرو شوید. این زمان برای بازسازی و تنظیم مجدد اولویت‌ها و تعادل در زندگیتان مناسب است. هفته سوم. عطارد در خانه ارتباطات شما قرار دارد. این زمان برای مذاکره و صحبت‌های مهم با افراد مورد نظر مناسب است. کارت 8 توپ نشان دهنده حرکت سریع و پیشرفت است. این هفته زمان مناسبی برای اقدام سریع و تحقق اهداف شماست. در این هفته ممکن است فرصتی برای شما پیش آید که به سرعت عمل کنید و نتیجه مطلوب را بگیرید. این هفته احتمال موفقیت‌های بزرگ وجود دارد. هفته چهارم. زهره در خانه خانواده شما قرار دارد. این زمان برای تقویت روابط خانوادگی و ایجاد هماهنگی در خانه مناسب است. کارت قدرت نشان دهنده تسلط شما بر شرایط است. این هفته شما توانایی بیشتری برای مقابله با چالش‌ها و سختی‌ها دارید. این هفته ممکن است شرایطی پیش آید که به شما احساس قدرت و کنترل بیشتری در زندگی بدهد. شما می توانید مشکلات را حل کرده و به پیشرفت دست یابید. پیش‌بینی ماهانه برای بهمن 1404. هفته اول. مشتری در خانه شانس و فرصت‌های شما قرار دارد. این زمان برای تجربه شانس و موفقیت‌های مالی و حرفه‌ای مناسب است. کارت دلیل نشان دهنده این است که شما باید به دنبال دلایل و انگیزه‌های خود در زندگی بگردید. این هفته زمان مناسبی برای تحقیق و شناخت عمیق‌تر از خودتان است. شما ممکن است در این هفته با شانس‌هایی مواجه شوید که به شما فرصت‌های جدید برای رشد و پیشرفت بدهد. از این فرصت‌ها به طور کامل استفاده کنید. هفته دوم. زحل در خانه روابط شما قرار دارد. این زمان مناسب برای حل مشکلات عاطفی و ارتقای روابط شما است. کارت دولت به شما آمده است که نشان دهنده رشد و استحکام در زمینه‌های اجتماعی و حرفه‌ای است. این هفته می‌تواند فرصتی برای شما باشد که روابط خود را مستحکم‌تر کرده و به گام‌های بزرگی در زندگیتان بردارید. از این زمان برای تقویت پایه‌های روابط خود استفاده کنید. هفته سوم. نپتون در خانه رویاها با خلاقیت شما قرار دارد. این زمان عالی برای پیگیری آرزوها با خواسته‌های درونی شماست. کارت دنیای جدید به شما آمده است که نشان دهنده پایان یک دوره و شروع دوره‌ای جدید است. شما آماده‌اید که به یک مرحله جدید از زندگیتان وارد شوید. در این هفته ممکن است با تحولاتی روبرو شوید که شما را به مرحله جدیدی از زندگی هدایت می‌کند. این تغییرات می‌تواند شما را به اهداف جدیدی برساند. هفته چهارم. خورشید در خانه ارتباطات شما قرار دارد. این زمان مناسب برای ارتباطات مهم و مذاکرات با دیگران است. کارت عدالت نشان دهنده لزوم ایجاد تعادل و قضاوت درست است. در این هفته شما باید تصمیمات مهمی بگیرید که بر اساس انصاف و تعادل باشند. ممکن است با تصمیماتی مواجه شوید که نیاز به قضاوت دقیق دارند. این زمان برای اجرای برنامه‌های دقیق و سنجیده مناسب است. پیش‌بینی ماهانه برای اسفند 1404. هفته اول.
زهره در خانه عشق و روابط شما قرار دارد. این زمان عالی برای تقویت روابط عاطفی و شروع روابط جدید است. کارت عشق بزرگ به شما آمده است که نشان دهنده ورود عشق و روابط عاطفی عمیق به زندگی شما است. این هفته ممکن است روابط عاطفی جدیدی برای شما پیش بیاید. به قلب خود اعتماد کنید و از روابطی که وارد زندگیتان میشوند لذت ببرید. هفته دوم مریخ در خانه شجاعت و اراده شما قرار دارد. این زمان برای پیشرفت در زمینه‌های کاری و تحصیلی مناسب است. کارت قدرت درونی به شما آمده است که نشان دهنده نیروی درونی شما و توانایی شما در مقابله با چالش‌ها است. در این هفته ممکن است با چالش‌هایی روبرو شوید که نیاز به استقامت و اراده قوی دارند. شما آماده اید که با این چالش‌ها مقابله کنید و از آنها پیروز بیرون بیایید. هفته سوم عطارد در خانه شراکت‌های شما قرار دارد. این زمان عالی برای مذاکره و همکاری‌های شغلی است. کارت آینده روشن به شما آمده است که نشان دهنده شروع دوره‌ای جدید با فرصت‌های فراوان است. در این هفته ممکن است پروژه‌های جدید و همکاری‌های مهمی برای شما پیش بیاید که زندگی شما را به سمت تغییرات بزرگ هدایت کند. هفته چهارم زحل در خانه روابط شما قرار دارد. این زمان برای نهایی کردن روابط و برقراری تعادل در زندگی اجتماعی و شخصی شما مناسب است. کارت ظهور جدید به شما آمده است که نشان دهنده فرصت‌های جدید و تحولی بزرگ در زندگی شما است. در این هفته ممکن است به نقطه‌ای برسید که برای تغییرات بزرگ آماده شوید. این